بخوان بگن خلاصه ممکنه جنگ را بیفته، شبح جنگ رو بزرگ میکنن برای اینکه یا ملت رو بترسونن یا ترسوها رو بترسونن، چون بالاخره ما یه مش ترسو هم داریم دیگه. یکی اینه، یکی هم مسئله مذاکره که بله ما با ایران حاضریم مذاکره کنیم. و اینم دیگه از اون بازیای پیش پا افتاده، یکشون میگه مذاکره بی پیش شرط، یکی میگه نه مذاکره با پیش شرط. اینا این بازیای سیاسی است که ارزش پرداختن به اونا نداره. به هر حال هم راجع به جنگ هم راجع به مذاکره صحبت میکنه. به طور خلاصه در دو کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.